خانوما، خار مریم بی‌نظیره. خار مریم بهترین پرپشت کننده طبیعی دنیاست و قدرت 10 جلسه PRP رو داره. قبلش قلب سفیدو برای من قرمزش کنین تا بهتون بگم. کافیه بذر خار مریم رو پودرش بکنین و اینجوری که بهتون میگم به موهاتون بزنین. اگر موهاتون خشک باشه چند قطره روغن زیتون یا روغن نارگیل بهش اضافه کنین. اگه موهاتون چربه اصلا روغن بهش نزنین و روغن ازش حذف کنین. این ترکیب جادویی رو روی موهاتون تمام جاهایی که خالیه و کم پشته اسپری کنین، بذارین شب تا صبح بمونه. موهاتون صبح که از خواب بیدار میشین خودتون متوجه میشین که چقدر تغییر پیدا کرد و حتی آقاتون بهتون میگه چی کار کرده که اینقدر موهات پرپشت شده. بهتون قول میدم که خودتونم خودتون رو نشناسین. تازه برای رفع موخوره و نازکی موهاتونم عالیه. هر کس کلمه مریم برای من کامنت کنه دستور اصلی سری این ترکیب عالی که حاصل 30 سال تجربه منه براش میفرستم تا موهاش پرپشت بشه عین موه خود من. در ضمن پیج منو فالو کنین تا پیام براتون ارسال بشه. یا حق.